انسان در این دنیا هر روز برای خانه خود میکوشد، تلاش میکند، آن را میسازد، تعمیر میکند، آرایش میدهد و زحمت شبانه روزی در فکر بهتر نمودن منزل زندگی خود. بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران گرامی قدر، انسان در این دنیا هر روز برای خانه خود میکوشد، تلاش میکند، آن را میسازد، تعمیر میکند، آرایش میدهد و زحمت شبانه روزی در فکر بهتر نمودن منزل زندگی خود. اما در پس این حیات کوتاه خانه اصلی، منزلی حقیقی، آرامش جاودان، خانه آخرت است، خانه ابدی که آن بهشت است، خانه‌ای که هرگز ویران نمیشود، نه تنگ است، نه از بین میرود و نه در آن پیری است، نه غم و اندوه و نه مرگ و نه تنبلی و کسالت و هیچ چیز دیگری. و بزرگی پروردگار این است که به بندگان مؤمن راههایی داده است، به بندگان مؤمنش راههایی را پیشه کرده است و از بزرگی و رحمت و سخاوت او سبحانه و تعالی بر بندگان مؤمنش این است که راههایی را داده است که با عملهای ساده و اندکی ولی صمیمی با اخلاص میتواند خانه‌های پرنور بهشت را در این دنیا بنا بسازد، خانه‌هایی که فرشتگان آنها را میسازند و الله سبحانه و تعالی آنها را برای صاحبانشون با کرم و رحمت پر میکند. و این عمل نه به سرمایه زیاد نیاز دارد، نه به قوای زیاد و نه به مقام و منصب. هیچ چیز از اینها لازم نیست. برای هر مرد و زن، هر جوان و پیر این امکان پذیر است. راه آسانی رسیدن به منزل‌های ابدی که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم ما را بر آن بشارت دادند که برای شمایان اینها را ذکر خواهیم کرد با اجازه الله سبحانه و تعالی. اولا، من حسن الوضوء، حسن وضو، کسی که وضو را نیکو میکند بعد انجام وضو 2 رکعت نماز میگذارد، چگونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم که روایت احمد است و ابن ماجه آن را روایت نمودند و ذهبی این را صحیح گفتند، فرمودند من توضأ، هر کسی که وضو بگیرد فاحسن الوضوء و وضوش را نیکو بنماید ثم یصلی رکعتین، سپس 2 رکعت نماز بخواند، لا یحدث فیهما نفسه، کسی که وضو بگیرد وضوی نیکو و 2 رکعت از نماز بگذارد که با کسی صحبت نکند، سخن نگوید، غفر له، مغفرت کرده می شود، آمرزیده می شود، بنی له بیت فی الجنه، الی بر این برای وی خانه در جنت بنا کرده می شود. من سأل الله الجنه، کسی که از الله سبحانه و تعالی جنت بخواهد، کسی که 3 بار جنت را از الله سبحانه و تعالی بخواهد، الله برای او این جنت را نصیب روزی میگرداند، چگونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم از روایت ترمذی است میفرمایند، حدیث حسن، حدیث خوب است، فرمودند من سأل الله الجنه 3 مرات، اگر هر کسی که از الله جنت را 3 بار طلب نماید، قالت الجنه، جنت میگوید اللهم ادخله الجنه، پروردگارا این بنده را داخل جنت قرار ده. بناء مسجد لوجه الله، دیگری از سببهای بنا شدن، بنا نمودن خانه در بهشت این ساختن مساجد، مسجد هاست. رسول الله صلی الله علیه و سلم چونه که روایت بخاری و مسلم فرمودند من بنا لله مسجدا، هر کسی که از برای الله سبحانه و تعالی در این دنیا مسجد را بنا نماید، بنا الله له مثله فی الجنه، الله مثل این مسجد برای او در جنت بنا خواهد کرد. دیگری از سببهای داخل شدن بنده را بهشت و نائل گشتن این درجات، این مقام و این خانه‌های پرحشمت، نمازهای نافله را خواندن. رسول الله فرمودند من صلى فی یوم و لیله، هر کسی که در یک شبانه روز 12 رکعتا 12 حرکت از نماز بگذارد، بنی له بیت فی الجنه، برای او خانه در جهنم در بهشت بنا کرده می شود. پس که نمازهای سنت مؤکده را ادا نماید، روایت ام حبیبه در صحیح مسلم. دیگری از سببهای بنا شدن خانه در بهشت این نماز ضحی است که رسول الله تاکید کردند که این حدیث را، حدیث انس است، روایت احمد و البانی حدیث را خوب گفتند که صلی الله علیه و سلم فرمودند من صلى الضحى 4، اگر هر کسی که نماز ضحی را 4 رکعت بخواند و قبل الاولى 4 بنی له بیت فی الجنه، و سپس 4 رکعت دیگری بخواند، یعنی که 8 رکعت کسی که نماز ضحی را ادا نماید، نماز چاشت، الله برای او خانه در بهشت بنا میکند. و دیگری از سببهای بنا شدن خانه در بهشت برای تو ای بنده این خواندن نماز ضحی است،
چگونه که رسول صلی الله علیه و سلم فرمودند که من صلی ضحى 4، هر کسی که نماز ضحی را 4 رکعت نماز ضحی را ادا نماید و باز 4 رکعت دیگری ادا نماید، الله برای او خانه در جنت بنا میکند. از حدیث انس از روایت احمد و دیگری از سببهای بنا شدن خانه در بهشت این صبر در مرگ فرزندان است. خوب گوش بدهید. روایت ابی هریره است در ترمذی که فرمودند صلی الله علیه و سلم اذا مات ولد العبد، اگر فرزندی بنده بمیرد، قال الله للملائکه، الله به سوی ملائکه خطاب کرده میگوید قبضتم ثمرة فؤاده، شما میوه قلب وی را، جان میوه قلب وی را گرفتید. فیقول، پس میگوید ابن للعبد بیت فی الجنه، بنا کنید برای این بنده من خانه در بهشت، و سموه بیت الحمد، و این خانه را خانه حمد و شکر نامگذاری کنید. صلی الله علیه و سلم. دیگری از سببهای بنا شدن خانه در بهشت ای بنده این عیادت بیمار است، عیادت بیماران. چون که روایت حدیث علی است، روایت ترمذی، من عاد مریدا، اگر هر کسی که برای عیادت بیمار برود و نادى مناد من السماء، یک ندا کننده از آسمان ندا میکند طبت و طاب ممشاک، پاک باشی، قدمت مبارک باشد، و تبوأت من الجنه منزلا، این فرماید که و خانه در بهشت برای تو آماده شده است. و دیگری از سببهای بنا شدن خانه در بهشت این که هنگام داخل شدن بازار ذکر نمایی، این ذکر را بگویی. چون که روایت عمر است رضی الله عنه در ابن ماجه و ترمذی که فرمودند من دخل السوق، اگر هر کسی که داخل بازار شد فقال، پس گفت لا اله الا الله، این کلمات را گفت نیست معبود بر حق بجز الله، کتب له الف حسنه، برای او هزاران حسنات کتابت میگردد، میلیون ها حسنات کتابت میگردد، و بنی له بیت فی الجنه، و برای این بنده جنتی بنا کرده می شود. و دیگری از سببهای بنا شدن خانه در بهشت ترک جنگ و جدال، ترک دروغ و دارای اخلاق نیکو بودن است. چون که روایت ابی امامه رضی الله عنه ابی داود روایت نمودند که فرمودند من کفیل هستم با خانه‌ای که در کنار بهشت برای کسی که جنجال را ترک میکند، خانه‌ای در میانه بهشت برای کسی که دروغ را ترک میکند، و خانه‌ای در بلندترین جای برای کسی اخلاقی نیکو دارد. پروردگارا این صفات را برای ما نصیب و روزی بگردان. و همچنین خانه نیکوی برای اخلاصمندان، کسانی که عملهای شب را بر کسد انجام میدهند. رسول الله فرمودند، چون که روایت عبدالله ابن عمرو است، ترمذی روایت می‌نماید ان فی الجنه غرفا، گفتند بدروسی که در جنت غرفه هایی هست، حجره هایی هست، یرا ظاهرها من باطنها، که درون و بیرونشون ظاهر است، نمایان است. لمن اطعم الطعام، کسی که طعام بدهد، و افش السلام، و سلام بدهد، و صلی باللیل و الناس نیام، و در شب نماز بگذارد هنگامی که مردم در خواب هستند. پس هر کی این نمازهای سنت را نگاه دارد، با اخلاص اینا را ادا نماید، و از ترک دروغ گفتن دوری بجوید، و سلام را در بین مردم پهن نماید، و نماز شب هم داشته باشد، و عیادت بیمارا هم بنماید، برای او بنده خانه در بهشت بنا می شود. و هر این عملهایی که برای بنده در بهشت خانه ساخته می شود بنا می شود. پروردگارا از این بهشت جاودانه ما را محروم نساز و توفیق عمل کردن بر این را عطا فرما تا این خانه های را در آنجا نصیب روزی بگردیم. سبحانك اللهم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك و اتوب الیک.